برادران عزیز سلام. این بار اوله که ما همین نمود گله دیده ایستیم. بر وقتر بچه ها می نوشتن می گفتن که گل هولمون، علف هولمون گفتنی چیست؟ در جاهای شما می روی بچه ها با یک بار دیدن شناختم فهمیدم که هولمونش انا همین بوده است. ما اینجا یک سیر گشت اومدگیم، قریب که هر روز میام این طرف نه هر طرف. امروز نوبت این طرف های بهاد گل های بازه بهاد گل هولمونا ریشش میکنن مثل که ترحاولو میکنن همین خیلی سفید او خود میکنن میخرن. خودش هم بوری اول دیدیستم بهاد گلی بازه و این طرف ها دا بهاد بسیار بوده است. نصیب باشه ایره از سرای تیرمو و ریشه کنده برده در نزد خانه صفش زیاد میکنم انشاءالله. این بهاد گلی خشر بوده است. همین وقت میکفتیم نگاه میکردم که چگونه اینه. برادرها این بازیبی را تماشا کنی. یا در همین جنگل همین در بهار اینقدر بازیب میشکفته است. توگجوها را هست تماشا کرده میریم یا جای بچه ها. نمیدونم اگر شما یگان نامش دیگرگون بگویی اگر در جاهای خودتون. اینجا هولمون شنیدیم و نو دیدیم برای همون هولمونش میگیم. هولمون یا که هولمون نه برادر در ریشه چرمق در سایگی هم میشیده است. این با بهاد یک اخباری خوب نوستی خوب که در جای سایگی میشه در جای سرپهرو بسیار بزبالایی دشت قریب که همش هم خیلی بدسته. ای اومدنم پشیمان نشیدم بچه ها. اگر بگردیم گفتی خودمون که دستی خولی هم گردیم برم من چند روزی دیگر باز تابی بولیده خطی میگردم برادرها. این بهترین گل است. خشرو بهترین مانند گلی لالا اینه که زیادتر گل میاندازه. این میگذاریم باز این طرف. اینجا هم کجا آمده بودم فراموش کردم. برادرها تماشا کنید. این قدر بوزبالا این قدر کلان میشه. قریب 1 متر 60 70 80 سانتی متر هست. این طرف ها هم هست. اگر در کامera بیاید این گل کردگی شکوفان بهاد گلی خشرو بالاتر میبریم تماشا میکنیم. اینجا هم بسیار بوده. برادرها تماشایی سر نمیشه. یک نکی همه سرخشدگی. این مولی پایان میویکی را میخره گم میکنه. اگر نه بعدتر هم پیدا کردنش امکان هست. جنگل گل هولمون شدگی اینجا. برادر در اینجا بیایی یک بشین یک دم بگیری همین حاضر بهترین راحت های. باور کنی غم اندوه عذابای روسیه در نیم ساعت اول میبرویند. این برای پایین بینی اینقدر خشوشتگیه. بچه ها شما رو نمیدونم من ای دیدن همین راحت کرده ایستادم. تماشا کنید که چقدر بازی باید چقدر گلی سرخی سیاه تو بگیم بهاد سرخ. این باز با دیگر دردها هم اگر فایده داشته باشه بچه اگر بدونه یک خبر کنه که ما هم در نوارهامون گپ زنیم. میریم باز طرف دیگر. خیر بچه ها این قدر بسیارایی که ناگفتنی در بین گل های هولمون یک چیز دیگر برمادگی چی باشه؟ به این میگن قرچ، چغوره، زنبروغ
اینش هم با فایده ما. برادرو باز هم گپ میزنیم، باز هم میگیم که درباره قورچ وقتی که اساس ای چی میبرویا، ای ریشه کمال و یوغان میبرویا اساس. انا همی ریشه همی یوغان پورینه های، انا همی ریشهش در درون زمین میپوسه و بعد پوسیدن نمناکی هوا 25 درجه میشوه و بخشش نمناکی هوا 80% شده، گرمی 25 درجه میشوه. در همین حالت یک ریاکسیون میروه در بیخ همین کمال یوغان خور ریاکسیون میروه که ای درونی همون ریشه در همین نمناک در همین 25 درجه گرمی و 80% نمناکی یک آبی سفید پیدا می شود که وقتی که بیرون برآمد هوای بیرون دیگرگون هست، کمتر محکمتر می شود. اول مثل آبای مثل شیر می بروید و محکم می شود یا که سخت می شود. بگیم قورچ اگر هوای بیرون مطابق هوای درون باشه، همین خیلی گرم باشه، بیرون برآمده کلان شدن میگیره. نه که اگر هوا دیگرگون باشه майда محکم میشه، باز باری قورچ یک تا دیگر میبروید. چقدر که زورش برسه، اگر هوای بیرون مطابق همین خیلی هوای درون باشه کلان میشه، به حد کلان میشه. 2 کیلو 3 کیلو هم میشه. انا هم خیلی برادرها این که قورچ ایریشه بردن در کار نیست برادرها. قورچ قریب 80-90% اوبای، 80% هم اگر دروغ باشه 70% هست اوبای. 70% که آب باشه خاک کشید هیچی نمیشه، کمتر майда میشه، کم ترک میشه. یک قورچ کلان майда میشه. این گلا شما تماشا کردن گیریم، ما چخچخ کنیم که نوارمون بفایده نگذره. خدمات زیدی انسوری خیلی مکرده است که باید تیز تیز گپ زنیم و کمتر گپ زنیم. همین خیلی انا برادرها قورچ همین خیلی ایریشه میبریش یا که بالا میبریش فایدت نداره، همش یکی. اگر ایریشه هم نبریش یک روز بعد او را کیر میخوره، یک پرنده دیگر میخوره. همین خیلی وضعیت ها برادرها. هر کجایی که میبینیم درباره قورچ بدی برادرها، هر کجایی که میبینیم گل هلمون میفورم که برام پیش یک تماشا کنیم، شما هم یک تماشا کنید. برادرای عزیز وقتی قورچ نوشیدگی قورچ به زبان فارسی تازه قورچ میشوه، خیلی زنبوروغ بگیم خوش میگن. هم خیلی نو سرشیزه است. باز درباره قورچ یگان نوار میکنیم انشالله. حاضی وقتی روی وقتی گلی هلمونای خطیکو چیکو میکنی؟ خطیکو ها نشور گلورا. اینا برادرها گلی هلمون. من ای دیدن این گل ها خیلی راحت کردم، استراحت کردم برادرها. نصیب باشه ای تیر ماه جاهای اینا رو دیدم، ریشهش کنده برده در نزد خانه میشنم انشالله. اینا به حد گلی خشروب بودن، گلی تیمدن زیادتر کنده برده شیناندن در کار. تخمش تخم ای تخمش فراموش کردیم. تخم هم باید بکنه همین. بله همینا باید تخمش باشن. نیکل براختره بچه ها دلم نمیشه یا تبا کنم. ای به حد گلی خشروای حقی هست که در گلگل شکوفانی شهر دوشنبه هم همیره برده استفاده برن. ای براختر میشکفه باز هم خوب. تنش هم برگی سبزی خشرو داره، خودش هم گلی خشرو بلند میشوه، در سایگی بلندتر میشده، در جایی افتوای بلند کمتر بلند میشده است. برادرها خیلی راحت کردیم، شما هم راحت کنه. این سگ هم مرا شورید. عجب سگی بدای تو، سگی حیوانی بدای. برادرها با همین نواری امروزمون
خاتمه میتیم. زنده باشی برادر، تا آخر بیایید یک جا تماشا کنیم. گلهای حالمونه در امان الله باشه. تا بازدید.